100 سال بلندترین خیابون خاورمیانه وسط تهران خوابیده، ولیعصر که بهش میگفتن پهلوی. از راهن تا تجریش خیابون پهلوی بالا تا پایینش مک 18 کیلومتره. رضا شاه تو 1300 دستور ساختش رو داد که درباریا و کله گنده ها از کاخ مرمر برن تا کاخ سعدآباد. بهش میگفتن جاده مخصوص پهلوی. مادر مرده 18,000 تا چنار داشت، الان به زور اگه 8,000 تا بشه. وقتی شد خیابون پهلوی نیست خوش آب و هوا بود، ملتم چای معطلقن. ره بره توش ویلا و کاباره و چاتانوگا و میامی و سینما و دانسینگ و فانفار ساختن. سر تو درد نیارم، جاده شمرون قدیمی تر درست، اما ولیعصر که دل بره. من اینجا برات از گذشته قصه میگم، بمونه داماش بدیم. میگم تا حالا به این فکر کردی که چرا به محله صدخندان میگن صدخندان؟ یه وقتی اگه میخواستی بری شمرون باید ساک میبستی، از اهل منزل حلالیت میگرفتی، احتمالا یک کاسه آب پشت سرت میریختن و میومدی پیش شمرون. بعد چند ساعت وسطای راه یه دکه خشت و گلی 3x3 میدیدی که یه مرد قد کوتاه توپل و خنده‌رو با شال کمر و عرقچین سبز که اسمش سید جعفر گل مولاه اونجا واسطاده و تو تابستون و زمستون آبتگری و چای لبدوز میداد دستت. بهش میگفتن سید خندان. رو سرش قسم میخوردن و به نیتش قربونی میدادن. تو سال 23 تو 91 سالگی میمیره ولی اسمش میمونه رو محل. من اینجا برات از گذشته قصه میگم، بمونه داماش بدیم. فروغ فرخزاد تو بهمن ماه 45 درست تو همین چهارراه تو محله دروس تهران برای همیشه خاموش شد. فروغ تو 24 بهمن 45 با جیپ ابراهیم گلستان به سمت استودیو گلستان که الان در اختیار سیما فیلمه میرفت که تو تقاطع خیابون کماسایی و سوری فعلی برای اینکه با سرویس کودکستان برخورد نکنه واژگون میشه و سرش به جدول سیما نمیخوره. گلستان فروغ رو به بیمارستان هدایت که فقط 20 متر اونورتره میبره ولی قبولش نمیکنه چون بیمه کارگری نداشته. میبرنش به بیمارستان رضا پهلوی یا شهدای تجریش که کار از کار میگذره و فروغ تو 32 سالگی از میون ما میره. سوار جیب شد به من داری کرد و مثل بغر. من اینجا از گذشته شاد و غمگینمون میگم، بمونه دامش بدیم. یه زمانی به جای این زمین خالی که تو صدخندان میبینید یکی از مجلل‌ترین هتل‌های تهران وجود داره. هتل اینترنشنال یه هتل 5 ستاره بود که نادر باتمانقلیچ اون رو تو دهه 50 ساخت. رجال و کارمندای دولتی که از شهرستان می اومدن، مخصوصا اونایی که می‌خواستن برن امامزاده صالح برای زیارت، اینجا میموندن. تو سال 62 650 تا خانواده جنگ زده رو تو خودش جا داد و سال 86 تخریبش کردن. اگه گذشته برات جذابه، جات اینجاست.